متحد خواندین اصلا؟ من گمان نمیکنم خوانده باشین. خب باور نمیشه شما خوانده باشین. یک بار منشور ملل متحد شما بخوانین بعد بیاین حرف بزنین. شما فکر نمیکنم دانش حقوقی شما در حد صفر است. من باور دارم که در حد صفر است. شما اگر منشور ملل متحد بخوانین، اساسنامه سازمان ملل متحد بخوانین، میفهمین که اصلا قرار نیست که یک سازمان ملل دانش ما ممکن است در حد صفر باشه، ولی شما شخصا این آگاهی از وضعیت جهان ندارین. ببخشید، وضعیت جهان بر اساس قوانین بین المللی اداره میشه. جناب صدیقی عزیز، نمیشه. قانون بین المللی را ساختن، قانون بین المللی رونماست. آقای کوهستانی، این جنگ ها کی ساخته؟ جنگ یک لحظه. خب شما بتونید قوانین بین المللی را کی ساخته؟ کی ساخته؟ قوانین بین المللی کی ساخته؟ قوانین بین المللی گردانندگان جهان. خود شما یک چند تا نام خوب بگیرین، مثلا یک چند نام بگیرین ببینم میفهمین یک چند تا نام مثلا کی ساخته. بفرمایید. ما نامی از کس نمیتونم براتون بگیرم، ولی نیست وجود نداره. نام وجود نداره. اجازه بدید. زرابی صاحب عزیز، خدمتتان عرض بکنیم که روز یک شنبه در ایران تغییرات میآید. بگذارین که کوهستانی صاحب هر چی میگه بگه. روز یک شنبه ساعت 12:30 بجه ما از اینجا اعلان میکنیم که در ایران تغییرات میآید، رژیم جدید میآید و آقای حبیبالله سیاری رئیس اداره موقت تعیین میشه و آقای سعید محمدی دورکی هم رئیس رهبرشان انتخاب شده و در ایران دولت تغییر میکنه. بعد از او در منطقه سرمایه گذاری در منطقه شروع خواهد شد. میلیاردها و میلیاردها دلار در ایران